خوش اومدید ببینید ویدیو. امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری این استاتون رو بدون فیلتر کنید تو زیر 2 دقیقه. خب بریم که بگم. نمبر 1 باید شما گوشیتون رو حالت پرواز بذارین. فقط قابل توجهتون باشه که این استاتون رو زده باشین رفته باشه، یعنی مثلا روی صفحتون نباشه. بریم که راهکار دوم بگم. راهکار دوم اینه که بریم داخل تنظیماتتون و چیکار کنید و گوشی زبان گوشیتون به انگلیسی تغییر بدین یا انگلیسی به یه زبان دیگه تغییر بدین و بریم که سئو بگم. گوشیتون رو خاموش کنید و بعد از اینکه خاموش کردین روشن کنید. آره دایی، بریم که پنجمو بهتون بگم. بعدی اینه که شما باید برید وارد این اینستاگرامتون بشین و قاعده قبلش از حالت پرواز در بیارین که 100% وارد این اینستاگرامتون بشین و از اینستاگرام لذت ببرین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی. خدافظ. این مادر جنده اینجا چیکار میکرد نمیدونم، ولی بازم خدافظ. آخه کسکش، تو نمیتونی کم آرومتر درست کنی؟